این ترفندهای کوچیک خیلی جالبن. حتی همسایه‌ها هم یادشون گرفتن. اول، وقتی چیز با ارزشی تو آب کثیف افتاد، با دست نگیرش. یک کیسه پلاستیکی شفاف رو با آب پر کن. مثل این ترفند ساده انجامش بده. راحت میتونی وسیله رو پیدا کنی و از کیسه برداری. دستت کثیف نمیشه و خیلی سریع پیداش میکنی. واقعا هوشمندانه است. دوم، موقع پختن تخم مرغ یه تیکه لیمو بنداز توش. پوسته ها نمیترکن و راحت‌تر کنده میشن. میدونی چرا اینطوری میشه؟ سوم، طناب رو نصف کن و از حلقه لاستیکی رد کن. بندازش تو شیار و هر دو سر رو بکش. عالی شد. چهارم، اگه نخ برای گره زدن کوتاهه، اینجوری امتحان کن. ساده و مطمئن. حتی کوتاه‌ترین نخ‌ها رو میشه گره زد. فهمیدی چطوری؟ پنجم، یکم پماد ببر، روی چسب زخم بریز، وسط مچ دست چپت بچسبون. هر چقدر سفر طول بکشه، دچار ماشین زدگی نمیشی. دو تا سوراخ کوچیک تو کیسه بزن، روی فرمون موتور بکشش، جلوی باد و سرما رو میگیره. هفتم، آچار رو روی سوراخ گرد و میخ بذار، خمش کن و صاف بکوبش. حالا دیگه به کسی آسیب نمیزنه. هشتم، طناب رو روی میخ بذار و 3 دور بپیچون. یه حلقه درست کن و سر طناب رو از توش رد کن. حلقه رو روی میخ بنداز و سفتش کن. این گره خیلی محکمه. کارت تبریک یا عکس جمع کن، با 2 تا گیره کاغذ به هم وصلشون کن. تو هزینه قاب عکس صرفه‌جویی کن.